اصلا از اینشان باید بشه مشکل نیست. برو دیگه. آره از اینشان شدون یه با خیلی آروم مثل بچه آدم میرمش هوا خیلی آروم یه با هرش. سلام به تک تکتون و که حال همه تون مثل همیشه عالی باشه. محمد سیمره و امروز اومدم با یه بازی که همون اول هنو دادم به نام هیلشات یا هم FPV فیر رایدر. این دفعه میخوام برم تو مرحله پارکش که قبلا رفته بودم توی پارکینگش، الان میخوام تو پارکش برم. نمیدونم دیدیم قسمت یا نه، امیدوارم که دیده باشید. میخوام برم توی پارکش علای سرسره و این چی میگن خونه مانند است اینجوری واسش خورد وسطش رد شم. میخوام هرچی توون دارم پای این بازی بذارم. No God! البته شاید واسه شما بازی کسل کننده باشه ولی آنچنان روندنش سخته که پدرت در میاره. یعنی فقط یه ماه وقت لازمه که تامین کنی. پس بی معطلی بریم این بازی خوف و خفن رو انجام بدیم یا علی مدد. خوب رفقای گل خیلی خوش آمدید به بازی FPV فری رایدر که همینجا هم نوشته اینجا FPV رایدر. خب این دفعه میخوایم بریم سراغ کجا؟ این دفعه میخوایم بریم سراغ پارک. خب تا این لود بشه. خب قواعد بازی که میدونین دیگه چجوریه دیگه. صافش کنم خودم خود کج نشستم. بیایم این ور این زاویه بهتر. قواعدش میدونین دیگه. این دوتا هم مود پروازشه و دوربینش و این ورم که گزینه خاصی نداره واسه در خارج. من اینجوری راحت ترم که توی یارو باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدای به امید خدا یا باشه. همه اول به طور نزدیک بود به چوخ بدیم. یه با خیلی آروم مثل بچه آدم میرمش هوا خیلی آروم یه با هرش. آرام باش حیوان رام نشده. چه حسد میکنه قرمت هست حسد میزنم توی. آقا من امیانش رو خب یادم حرف بزنم بیزا حرفمو بیزنم دیگه. خب آقا میخوام از توش میخوام رد شد. آقا یواش آرام باش آسوده برو خیلی آروم برو بالا خیلی آروم فرود. اوه ای خودش نخود بالاش بالایی مثلا باله ها و بالاش بخوره به یه جایی برگرده بخوره زمین بازی ریسرت میشه. میره باز. آقا من تا از این رد نشم نمیخوام رد میشم. آروم خیلی آروم نسبت به آدم از تو زدی یعنی خود خری. نه مثل این که واقعا این داستانه داره این بسوش. دوباره یه بار فایده نداره. سلام علیکم. چرا درخت اینجا لوم هست؟ انقدر درخت اینجا بازی لگ میخوره. چرا بخاطر گوشی خودم باش. یواش دستی شدم خیلی فکر نکن خیلیش میبردم. برو خدا بس دیگه. خسته شدیم دیگه. بارانداز باشه واجود توی مایکه داری میخوام باز نسخه فیلم داره طرف مثل چی بحث هوش مصنوعی اینقدر حرفه‌ای نمیتون طرف همه آقا از سورسای میخوام بالا یا خیلی اصلا لزومی داره که عصبانی بشی باید عصبانی نباشی. اصلا از اینشان باید بشه مشکل نیست. برو دیگه. آره از اینشان شدون
آجی به درختم بخورم، درختم عکسه من بهش بخورم میمیره. آجی من کجا؟ زنده افتخار بازی سازی. خوردم به درخت. بچه ها من شاید صدام از تصویرم عقب جلو داشته باشه، شاید بالعکس. من داخل ادیت درست میکنم. بریم چی کنیم؟ من باید از توش رفتشم. آی نزدیک بود چون ای اول یا ریسرچ کنم یا از همینجا سوسکی از بتونم رد بشم. آره نیاز به ریسرچ کردن نبود. اما مذرد هستم ببینیم من جوری میرم تو آقه آدم دوزوی چه خب من نگه چیکار میکرد؟ مگه پارکه اینجا؟ ای پارکه؟ اوه چه خب برای صندلی نبود چی نداره ایست چه خب ایست داده. بریم به افتخار خود و محمد استریم. محمد که خبرایی هست یا برو بلد نیو. ولی من باید برو دوباره انقدر میرم تو برندشم. یا خوده بود یا باشه بابا نکن دیگه. بابا خیلی قیمتیه، قیمتش بالایی هست. تا خوده بیشتر. عالی. یواش ها برو یواش. خیلی خیلی بالا. دیگه عصبانی کردی منو. من باید دیگه این محل رو برم وگرنه عصبانی منفجر میشم. اوی بیز بچه اینجا میتونم برم خیلی سخت داره باید شد. خیلی آروم. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. آره ده همون ستونی که اینجا باشه من باید بهش بخورم. این زندگی نیست. این زندگی به درد نمیخوره. این دست خودم هم نمیبازم ببخشید. خب آجی خوب جای فرود اومدیم. خیلی رومانتیک و شیک و آروم. از بالا نرسه بودید بالا بگید آروم بگید ارتفاع بگیر. پدرم این باز در برده یعنی سر اینجا پارکینگ رو به این سختی رفتم اینجا شدم تا برم. بینیم وی اوزی پشما اینجوری کردم سر از یه سرد پشما هم نمونده. برو اوجی اینجا رفتی بالا بسن خیلی آروم همینجا بشی صاف بشه دوتا خیلی آروم اصلا یه کوچولو ارتفاع بگیر. یواش
اینه باز کوفتی دیگه دیگه بتا ببین عصبانیت من لذت نبر بازی به دست زندم بازی ایس بالاخره اونجا رد شدم ولی خوب ببر من سرسره دار باید برم من کجا که اون بر دارم میرون بر فربای خودکار خوش میرون بر یواش فربای دارش چیه یاروه چی میگن ضربه ها ای خدا پس بزنم این شونه رو من دستم تو درد میکنم من 2 hours later. چرا ارتفاع نمیگیره؟ چرا نمیگیره؟ کارم گیره شما میگیره چو؟ تو میگه به یس بالاخره پس از ساعت ها تمرین تونستم این سرسره چوبی رد شم. افتخار خودم. من رونالدوییم. حالا شما میخواید مسی باشه هرچی. آجی بازیمون تا اینجا بود. مثل اول کار خوبه بعد نی. حالا بریم واسه بازی دیگه. خب رفقا امیدوارم که لذت برده باشه از این بازی کوفتی. یعنی خودم اصلا میپاشه اگه بخواید مثل من کار کنیم. من که همه موقع پاچیده. دمتون گرم که این ویدیو تا آخر دیدید. امیدوارم که لذت برده باشید. مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب بیادتون نره که خیلی بهم انرژی میده. تنها راه حمایت شما از من همین. خب مثل همیشه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.